الو، حالتون چطوره خانم دکتر؟ کجایین؟ خیلی ممنونم. درمانگاه هستم. چه خوب. خسته نباشین. کارای خونه چطوره؟ خوب پیش میره؟ جابجا شدین؟ اگه چیزی لازم داری حتما بگو. نه ممنون، جابجا شدیم. خب خدا رو شکر. ما هم دیشب سرزده اومدیم اما خوب شد مگه نه؟ یکم بیشتر با هم آشنا شدیم. کاش خسته نبودین، بیشتر میموندین، اما عیب نداره. دفعه بعد همه با هم خونه ما جمع میشیم. داداشم، شما با ما. مریض اومده، من باید برم. باشه. خدا رو شکر حالت خوبه بابا بزرگ. امیدتو از دست نده. حسابی ماشالله داری. خدا بهت عمر طولانی بده پسرم، حلالم کن. حلالت باشه. بازم میام سر میزنم. با اجازهتون فعلا باید برم. خوب میشی آقا جان، چیزی تو نیست. طاهر، بابا بزرگو ببریم بیمارستان؟ قبول نمیکنه. میگه اگه قراره بمیرم تو خونه خودم بمیرم. تو چطوری عمر؟ چطور میخوای باشم طاهر؟ متاسفانه هر کاری کردم نشد. اصلا نمیشه. به هر چیزی که فکر میکردم بدجوری سرم اومد طاهر. برام ولش کردم، بیخیالش شدم. زندگی هر جو که دلش بخواد با آدم تا میکنه. زندگی هیچ فرقی با این باغچه نداره عمر. میکاری، بهش میرسی، آبش میدی، بعد یه دفعه میبینی طوفان شده، همه چی داغون شده و از بین رفته. چه کار میکنی؟ چه کار میتونی بکنی؟ هر چی رو که میشه نجات میدی. یه روز پا میشی میبینی همه جا رو آفت زده، دونه دونه همه چی رو تمیز میکنی، سمپاشی میکنی، اما بیخیال نمیشی. نمیگی فرش کن، دیگه هیچی نمیکارم، هیچی در نمیاد. نمیگی دوباره طوفان میاد، چون اگه فرش کنی این باغچه مال تو نیست. کجان؟ اون تو آقا، محاصرهشون کردیم، بهتون خبر دادیم. فهمیدن اینجایی؟ نه آقا نه. عمر خانه. داداش تازه رسیدی. کثافت ها اینجا. تا من نیومدم هیچ کاری نمی کنید. الان کجایین؟ یه روستا نزدیک مرز. داداش تا برسی اینجا 1 رو 20 دقیقه طول میکشه. اگه بفهمم فرار میکنم. صبر کنین قدیر، آدم ها رو بکشین عقب. باید سالم بگیریمشون. میشنوی چی میگم؟ وگرنه هیچی دستگیرمون نمیشه. دارم میگم باشون حرف میزنم، درگیر نشین. چی شده؟ داداشمه دیگه. صبر کنین من بیام، صبر کنین نرین تو. بیشرفا منو چند ساعت وسط میدون مین ول کردن، حالا بذاریم در برن؟ اگه بفهمن اینجا این فرار میکنن. بریم. پسر پاشه برو یه چند تا دیگه چوب بردار بیار، یخ زدیم. زود باش دیگه برو. ما کی میریم؟ مگه قرار نبود از مرز رد بشیم؟ فعلا دنبالمونن، مجبوریم تا آب از آسیا بیفته صبر کنیم. پاشو برو یکم چوب بردار بیار، زود باش. رستم قرار بود بیاد، چرا هنوز نیومده؟
صالح باشه گیر افتادیم. ای لعنتی، همون گوشه وایسا. تسلیم شین. محاصرتون کردیم، تسلیم شین. الو خان یه چیزی میخوام بگم. میدونم منو میکشی اما دالتونا گیر افتادن، محاصرهشون کردن. مردی که رستم، اگه اونا حرف بزنن تو دیگه نمیتونی حرف بزنی. برو تمیزش کن، برو. چشم خان. حسن برو. وای قدیر وای. قدیر مگه نگفتم صبر کنید؟ هیچ راهی ندارین. تسلیم شین. عمر خان اومد. نمیتونیم اینجا بریم، خیلی زیادن. باید یه راه پیدا کنیم در بریم. اونا نمیذارن زنده بمونیم. مگه نگفتم منتظرم بمونین جلیل؟ آفرین بهتون. شد دیگه خان. چند نفر اونجا؟ 2-3 نفر. شلیک نکنید. قدیر، اون آدم باید سالم از اونجا بیام بیرون. یه بارم که شده حرف گوش کن. واسه اینکه سالم در بیان ما بمیریم داداش. گفتیم تسلیم شن نشدن. اینا رو من میشناسم. من اسلحه گذاشتن پشت سرم تا میدون مین کشوندنم. با حرف زدن قانع شدن که حالا بی خیال شم. صالح دیدی؟ شلیک نکنید. چرا دیگه شلیک نمیکنن؟ من عمر بازمیلرم. اگر اسلحه‌تون رو بذارین کنار و تسلیم بشین بهتون قول میدم که زنده بمونین. از ما چی میخواین؟ اینا میخوان تسلیم شن. من با شما کاری ندارم. فقط میخوام بدونم برای کی کار میکنید. اگه حرف بزنین قسم میخورم آسیبی بهتون نمیرسه. تا اومدم بیرون خلاصشون کنیم. دهنشون رو وا نکنن. از طرف خودت قسم بخور، نه من داداش. عاقل باش قدیر. گوش کن ببین چی میگم. ما با کسایی که پشت این قضیه کار داریم، نه با این عوضیه. واسه من اینو اون نداره. من با همشون کار دارم، تک تکشون، همشون. میایم بیرون، شلیک نکنین. بهشون اعتماد کنیم، عمرن تسلیم بشن. میریم بیرون. تو هوای منو داشته باش. قدیر اسلحه‌تو بیار پایین. میخوای بدیم بهشون؟ این تسلیم شدنه؟
بهت گفتم بیارش پایین. بهتون شلیک نمی کنیم. اسلحه‌ای هم در کار نیست. از شماها یه سوال دارم. کی بهتون دستور داد که قدی رو بدزدین؟ عبدالقادر سوریایی. اون با من چی کار داره؟ نمیدونم، حتما پا رو دمش گذاشتین. مارتی که درست حرف بزن. باشه میگم. حرف میزنم. بفرمایین خانم. تو اینجا وایسا، خودم میرم. ما رو بزنش دیگه. بزن. کی شلیک کرد قدیر؟ داداش از بالا بود. اون بالا آدم بفرست. بالا. خوبی داداش؟ خوبه. منو ببری میشه طاهر. فشنگو در بیاره. بذارین از اینجا بریم. میدونم کجا برم خان. منو صدا کردین؟ بیا آبجی امینه. بیا یکم پامو ماساژ بده. میدونی حاملگی ورم میاره. وای دردم گرفت. چه دستایی داری؟ برای شام چی میخوای بپزی؟ چی بپزم؟ دلمه گوشت درست کن، اما هم گوجه هم بادمجون هم فلفل، تا ببینم پسرم کدومشو میخواد. مانتی هم درست کن آبجی امینه، سیردار، خیلی خوشمزه میشه. باقلوام درست کن، خیلی هوس کردم. سوپ عدس هم درست کن. باشه. قبلش اتاق مادر رو قشنگ تمیز کن با وایتکس، فهمیدی یا نه؟ بعد میکروباش کشته بشه. واسه بچه خطرناکه، ضرر داره. دیروز تمیز کردم. هر روز؟ باید هر روز تمیز کنی. میکنم. ول کن، هیچی بلد نیستی. بیشتر پام درد گرفت. پاشو برو سر کارت. پاشو برو. جلوی چشتو نگاه کن. میزنی یه چیزو میشکنی، همش داری ضرر میرسونی. چی شده مامان؟ چرا گریه میکنی؟ ولم کن دخترم. قهوه اینو ببر. خجالتم نمیکشه، ازش نمیگذرم. هم داروهاشو نوشتم هم ساعت و مقدارشو. اگه تا صبح تبش قد نشد حتما ببرش اورژانس. باشه؟ گریه نکن. بفرمایید خانم.
دختر تو دنبال چی هستی؟ نمیفهمم. میگم دردت چیه؟ چی میخوای؟ ثروت؟ ملک و زمین؟ منظورت چیه؟ از چی حرف میزنین؟ من چیزی نمیخوام. لطفاً بفهمین دارین چی میگین. مثل بچه آدم گفتم بذار از اینجا برو. من و عمر از هم جدا شدیم، مفهومه؟ دیگه حتی یه لحظه هم نمیخوام ببینمش. به خودشم گفتم من اینجا به خاطر کارم اومدم، به کارم هم ادامه میدم. تو برای دکتری کردن اینجا نیومدی، اینجا اومدی برای پسرم دردسر درست کنی. دردت چیه؟ میخوای پسرمو قاتل کنی؟ اینو میخوای؟ واسه اینکه گمشی و از اینجا بری چی میخوای؟ حق ندارین منو تحقیر کنین. از اتاقم بریم بیرون. اگه نمیخوای تحقیر بشی باید با غرور و آبروت زندگی کنی. عمر رو ول کردی و رفتی چسبیدی به خلیل. یا با میل خودت از اینجا میری یا میدونم چطوری بفرستمت. خواهش میکنم از اتاقم بریم بیرون. سریع میری یا خودم بیرونت کنم. برین کنار، برین کنار. ای وای خدا عمر چی شده پسرم؟ چی شده قدیر؟ ای خدا چی شده پسرم؟ قدیر چی چیزی شده؟ نیست قربونت برم، چیزی نیست، آروم باش. چی شده؟ به خودت بیا عزیز دلم، به خودت بیا پسرمو نجات بده. خواهش میکنم نجاتش بده. باشه. خانم دکتر کسی نفهمه، نمیخوایم با پلیس درگیر شیم. بگو حال مادرش بد شد، بدو رفت. باشه بهش میگم. داری کجا میری؟ میگم اما دهنتو ببند. میرم دعا بنویسم. خیلی خوب باشه. مادر داداشم طوریش نمیشه، تیر خورده به دستش. نگران نباش، طوریش نمیشه ماما. خانم آقا انشالله خوب میشه. بریم بیرون. پسرم گفتم زود بریم بیرون همین الان. خانم آقا بیاین بریم بیرون. بریم. پسرم چی کار کردی عمر؟ این دیگه چه زندگیه؟ الو داداش، یادم رفت بهت زنگ بزنم. با خانم دکتر حرف زدم. همچین یادت بیارم کیف کنی. حواست کجاست دختر؟
چی میگه خانم دکتر؟ چی بگم داداش؟ خانه بهداشت بود سر کارش. سرش شلوغ بود نشد خیلی حرف بزنیم. اما اون شب خیلی بهش خوش گذشته. به نظرم تمومه. باشه حالا نظر تو رو نخواستم، لازم نکرده. پس خونه بهداشته. باشه حالا دیگه تو برو. کجایی تو پس؟ درگیر بودیم خان. خدا رو شکر حلش کردیم. دالتونا داشتن تسلیم عمر می شدن، زدیمشون. یعنی عمر داشت آدماتو میگرفت، آره؟ نتونست بگیره خان. قبل حرف زدن زدیمشون. از کجا میدونی حرف نزده رستم؟ از کجا میدونی؟ اگه قبل زدن گفته باشه خلیل چی؟ نه نگفته خان. ای تو روح کارتون خودتون گند زدین. خان عمر تیر خورد. شماها زدینش؟ شماها زدینش؟ اگه عمر طوریش بشه اول کیو میگیرن رستم؟ منو میگیرن مگه نه رستم احمق؟ چون که دادگاه ما هنوز تموم نشده مگه نه رستم؟ ما نزدیم خان. تو درگیری تیر خورد، بعدش هم بردنش. انشالله بیمارستان نبرده باشنش، وگرنه پلیس ژاندارمری. نه خان نگران نباشید، فرستادم دنبالشون. رفتم پیش خانم دکتر خونه بهداشت. حتما نخواستم پلیس با خبر بشه، بردنش اونجا. الان اینو میگی رستم؟ الان میگی؟ برو گم شو تا یه مدت نبینمت، تا چند وقت جلوی من پیدات نشه. خوش اومدید دجله خانم. دارم میام، تو راهم. گرفته بودیمشون، داشتن حرف میزدن. مادر 2 ثانیه از بالا شلیک کردن. یکی تیر خورد، اون یکی هم شلیک کرد. داداشم زخمی شد. هر روز دارن پسرامو تو مرز زخمی میکنن. بس دیگه. هر کسی این کارو کرده باید مجازات بشه. مادر هنوزم میگی هر کی؟ کی؟ گفتم که خلیل آدم نمیشه. عبدالسوریه‌ای همش دروغه. کار خلیله. تو با پهلوانی آشتی کردی، اما اونا با ما آشتی نکردن. مادر چشمتو باز کن. چند روز دنبالشونین. نشونه ای از خلیل پیدا کردین؟ مادر من اگه بخواد نشونی بذاره دیگه چه فایده؟ چون نمیذاره هر کاری میخواد میکنه. چرا جلوی آدمی که ردی از خودش نمیذاره سینه سپر میکنین؟ برای چی میری؟ برای چی داداشت میره؟ واسه چی نمیدین آدماتون درستش کنن؟ جلیل، کسی رو بیرون گذاشین مراقب باشه. هیچ کس نباید از این موضوع خبردار بشه. نه خانم آقا، نگران نباش. زیبای خفته. پشت برو
یه دوش بگیر، بعدش هم اینا رو بپوش، موهات هم مرتب کن. تو امشب میری پیش اولین مشتریت. Adana. برات یه سورپرایز دارم دجله. به سلامتی ورودت بخونم. بی خیال سورپرایز شو امین علی. فقط بگو چی ازم میخوای. آها، سورپرایزم اومد. خودت برو ببین. کیه مگه؟ چرا من باز کنم؟ برو زود باش، خودت برو ببین. برو برو ببین. برو. کجا نی نفس؟ قدیر برو پیش داداشت. به حرف دختره از اتاق اومدیم بیرون. برو تنهاش نذار. برو. باشه مادر. لیلا چیزی نمونده، تحمل کن. لیلا برای اینکه دوباره باهات چشم تو چشم بشم باید تیر میخوردم. باعث شد دوباره ببینمت. حرف نزن، خودتو خسته نکن. به حرفم گوش کن، فرار نکن. من تو رو خیلی دوست دارم. خواهش میکنم نرو استانبول. هر جا که بری دنبالت میام. شما اینو از کجا میشناسین؟ از شما پرسیدم خانم دکتر. دیار عاشق منه. دختر بیچاره تا در خونم اومده. بیا این ور در باز کنم. دیار تو رو اینجا ببینه تفلکی داغون میشه.
بعد از تو متنفر میشه. با قلبش شکسته میدوه میره پیش داداشش، میگه زنت داره بهت خیانت میکنه. میگه عمر قبل از من تو رو میکشه. اگه عمر بخواد ما رو بکشه باید یه توافقی بکنیم. باید تو دهنتو ببندی، به هم کمک کنی تا با دیار عروسی کنم. این مرتی که درست میگه خانم دکتر. دارم از شما میپرسم، جواب بدین. تو اینجا چی کار داری عوضی؟ داری چی کار میکنی؟ اسلحه رو بذار کنار. اومدی کار نیمه تموم تو تموم کنی بی شرف؟ بزن خان کوچیکه، بزن تموم شه بره، بزن. بهت میگم اسلحه تو بذار کنار، التماست میکنم تو رو خدا. اینجا چه خبره؟ قدیر اسلحه تو بیار پایین. مادر تو دخالت نکن، این دفعه تو کارم دخالت نکن. اگه میخوای بزنی مادرتو بزن. عمر آروم باش، آروم باش. تیرو در آوردی دخترم؟ باشه، تو کارت تموم شده، بقیه‌شو خودمون حل میکنیم. برو بیرون. یه خان هیچ وقت قسمشو نمیشکنه، رو حرف طایفش حرف نمیزنه. وقتی میگه صلح، صلح میشه. تو خان هستی یا نیستی؟ بگو تا بدونیم با کی طرفیم. اینا رو از من نپرس، از پسرت بپرس. اون روی قول و قسمش پا گذاشت. من نفهمیدم اگه این آدم شوهر آبجی منه چرا با خانم دکتر رابطه داره. سوالم اینه. من آبجیمو دادم، بلدم همونطوریم که دادم پسش بگیرم. به همتون میگم حواستون رو جمع کنین، عاقل باشین، وگرنه نه صلحی میمونه نه پسرات. قدیر، داداشتو وردار ببریم خونه. یه دکتر محرم پیدا کن. باشه مادر، نگران نباش. را بیافت بریم خانم دکتر. یه دقیقه داری چی کار میکنی؟ کجا میری؟ سوارشین خانم دکتر، باهاتون حرف دارم.
فعلا برو اتاق پشتی. بی سر و صدا منتظر من باش. اگه صدا در بیاد به خدا آبروتو میبرم. جونتو از دست میدی. دیار کجایی تو؟ چند دقیقه هست اینجا. الان یکی میبینه. دستت چی شده؟ دستم بریده بود، معطل اون شدم، نتونستم در رو باز کنم. بیا بریم. باشه، ولی من خیلی وقت ندارم. نصفشم که جلوی در تلف شد. باشه بیا بریم، من دلتو به دست میارم. این عمر چیه تو میشه خانم دکتر؟ هیچی. به من دروغ نگو خانم دکتر. دروغ نمیگم. یه ماجرای قدیمیه که تموم شده. الانم که شوهر دجله است، چی میتونه باشه؟ یعنی چی ماجرای قدیمیه؟ قدیمی دیگه. از استانبول میشناختمش. یعنی به خاطر عمر اومدی اینجا؟ نه، حتی نمیدونستم اینجاست. اما اون وقتی تو رو دید نتونست طاقت بیاره. آره؟ همچین چیزی نیست. نیمه هوشیار بود، داشت هزیون میگفت. مشکل شما چیه؟ چرا اینجوری میکنین؟ میگم برات خانم دکتر، همش رو تعریف میکنم وسط. خب میگفتی برات سورپرایز دارم، پس کجاست؟ آها سورپرایز. سورپرایزای من که زیاده. حالا فعلا بگیر بشین. ای بابا راحت باش تکیه بده. اینجا دیگه مثل خونه خودت میمونه. چرت و پرت نگو. بودو دیگه، خیلی وقت ندارم. سورپرایز چیه؟ اینها اینجاست. ببین اینو دستت کن، هیچ وقت درش نیار تا هم من خوشحال باشم هم همه بدونن که تو نشون کرده ای منی. برام حلقه خریدی؟ آره که گرفتم، بهترشم میگیرم. دیار تصمیم من جدیه، تو هم باور کن. خونم هم دعوتت کردم، دیگه راه برگشتی نیست. اگه تصمیمم جدی نبود که دعوتت نمی کردم. اما حتی اگه قرار باشه عروسی کنیم هنوز خیلی زوده. برای تو خیلی زوده، واسه من وقتشه. ببین واسه من بخوای ناز کنی میدزدمت. نه بابا، بدزد تا داداشام پدرتو در بیارن. من میخوام زودتر به تو برسم، هیچی برام مهم نیست. راستش اول باید خودتو تو دل همه جا کنی. اینطوری نمیشه، یعنی کارت یه جورایی سخته. تو اونجاشو به من بسپار. اگه تو منو تو دلت جا بدی هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. چه خبره؟ تلفن تو که اینجاست،
کسی تو خونه است؟ وایسا بابا، آروم باش، بشین. دیروز دوستم اینجا بود، تلفنشو جا گذاشته. میرم خاموشش میکنم برمیگردم.